به روستای بچه‌های کوه آلپ خوش آمدید. خب این سفر برای ما خیلی خاص‌تره چون بهداد عزیز یکی از جهانگردهای درجه‌ای که میشناسیم همراهمون، البته آقا مانی گل. بهداد جان کجا داریم میریم به سمت کوههای آلپ. مرسی که کنار شما هستم. خیلی لحظات خوبیه برام. خیلی خوشحالم. فدای تو بشم. امروز بالاخره میخوایم بریم با همدیگه روستایی رو ببینیم که همه ماها ازش خاطره داریم. روستایی که با کارتونش ما بزرگ شدیم اینجوری. بچه‌های کوه آلپ. بریم به سمت روستای روزنیه. اونجا رو با همدیگه میبینیم و لذت میبریم. اینجا هم محل عبادتشون بود که یک شنبه های اینجا میشدن. بریم با هم ببینیم. کلی از بهتون نشون بدم. اینجا هم مدرسه شون بود یادتون باشه. چیز جالبم اینجا الان کشف کردیم، ساعت خورشیدی این کلیسا هست که ساعت رو نشون میده. الان دقیقاً ساعت 12. خیلی جالب بود. جام مدرسه شون بود که توش درس میخوندن. تعطیل امروز شنبه است و توش باز نیست که بریم نزدیک ببینیم. خیلی حس قدیمی و حس نوستالژیک دارن. حتی نیمکتشون هم اینم پایینم بهتونشون بدم. این سازه های چوبی این شهر هم خیلی معروفن. مثلا اکثرا برای سال 1948 45 خیلی قدیمی هن. زیباست اینجا. اینم برج ساعت معروف. هتل‌های خفن و چوبی با این تزیین قشنگ.
به همین اندازه خوش‌ذوق. ببینید در واقع سازنده این کارتون یه مرد ژاپنیه، کلا این کارتون مرد ژاپنه و اسمش هست ایسا تاکاهاتا. این الهام گرفته از یک نویسنده سوئیسیه به اسم آقای اشپیری و در واقع نمیشه گفت فقط برای این روستا بوده و کارتون رو فقط از این روستا الهام گرفته، نه، از خیلی از روستاهای دیگه توی قسمت برن اوبرلند سوئیس توی کانتون برن الهام گرفته و تنها شد از این روستا گرفته و همین خاطر این روستا خیلی خاصه. خب اینجا هم یه سازی چوبی در واقع بهتره بگم که بزرگترین سازی چوبی کل سوئیس به اسم گرنچله و خیلی باشکوه و قشنگه و ایشون هم مثل من سیبیل داره. یه نوشته هایی که اینجا نوشته میتونید برای خودتون بخونید. زده حوصله. خب میخوام نظر بهنام در مورد این روستا و این تجربه‌ای که امروز داشتیم بدونم. واقعا بهشته، یعنی کلا من هیجان زده هستم و خیلی عالیه، یعنی هیچ نقصی درش نیست و یه جورایی هم برای ماها یه جورایی نوستالژی هستش که یه کارتونی که مورد علاقه‌مون بوده. اسم کارتونش رو بچه‌های کوه من فراموش کردم. آره یه جورایی هم به گفته‌ای برای نوستالژیه و واقعا حس خوبی داره، حس خوبی که شاید اصلا نشه ازش بگیم، شاید به زبان نیاد، ولی من خیلی دوست داشتم اینجا رو. خدا رو شکر، خدا رو شکر. چیزی که خیلی جالب برای من اینه که هر جایی از سوئیس که ما میریم تازگی داره برامون، یعنی شبیه هم نیستن. آدم از بیرون که نگاه میکنه فکر میکنه که همه جا شبیه همش سرسبزه، همش کوههای هم شکل، ولی خیلی متفاوته. و این کلبه‌ها چقدر زیباست. آره کلبه‌ها حالا با توجه به اینکه سال‌ها ازش من خیلی سال قبله ولی همچنان حالا می‌سیدن زندگی میکنن. آره خیلی بهش میرسن. خیلی زیباست، واقعا خیلی حس خوبی داره.